بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با مدد و توفیق الهی امروز انشاءالله درباره تازگی از نگاه اسلام ما صحبت میکنیم. البته اسلام نازنین این دین رحمت است. آن عملهایی که به منفعت انسانیت هست به همون عملها دستور میدهد و آن عملهایی که به زیان انسانیت هست از همون عملها انسان منع میسازد. از آن جمله که از عملهای بهترین که هم در جسد انسان، هم در ایمان انسان، هم در ظاهر و باطن انسان که برای انسان منفعت دارد، این تازگی است. به این کار البته انسان ها را دعوت میکند. برای تصدیق این گفته ها ما به آیات های قرآنی و احادیث های پیغمبر علیه السلام نگاه میکنیم. پیش از همه الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در آیت 222 میفرماید: استعیذ بالله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. پروردگار در این آیت کریمه تأکید میکند که البته پروردگار دوست می‌دارد اون شخصانی که بعد از گناه کردن توبه میکنند و این چنین دوست می‌دارد شخصانی که پاک میگردند، تازه میگردند. در این آیت کریمه علماها میگویند که هم انسان باطنش هم ظاهرش باید پاک باشد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان در سوره اعراف در آیت 31 بیان میکند: استعیذ بالله خذوا زینتکم عند كل مسجد و کلوا واشربوا ان الله لا يحب المسرفین. پروردگار در این آیت کریمه امر میکند خودتان زینت دهید، آرایش دهید، تازه کنید پیش از خواندن نماز. عند کل مسجد، البته در اینجا کلمه مسجد آمده است پیش از مسجد رفتن، لیکن در شرح این آیت کریمه مفسران میگن که پیش از هر یک نماز خواندن انسان باید هم طهارت باطنی کند هم طهارت ظاهری کند. از باب امانت علمی ما البته این آیت باید به آخر رسد در وقت ترجمه کردن، گرچند که موضوع صحبت ما یک قسم آیت هم باشد، اما از باب امانت علمی علماهای اسلام میگن که همون آیت باید که ما به آخر رسانیم. در دوام آیت پروردگار چی میگوید؟ کلوا واشربوا ان الله لا يحب المسرفین. پروردگار در این آیت کریمه میگوید که خورید، آشومید، اسراف نکنید، چون که الله سبحانه و تعالی شخصان اسرافکار را دوست نمیدارد. از این آیت کریمه معلوم شد که یعنی الله سبحانه و تعالی چطور انسان‌هایی که تازه می‌گردند، پاک می‌گردند، دلشون از شرک، از حسد، از بغض، از بخیلگی، از حسد و ظاهرشون را از هر خیل بوها، از هر خیل بوهای یعنی ناراحت کننده انسان‌ها را ناراحت می‌کنند، از این چیزها خودداری کردن در این آیات‌های کریمه البته ما مشاهده کردیم. و این چنین پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند، پیغمبر خدا علیه السلام چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال. الله سبحانه و تعالی زیبا هست و زیباگی را دوست می‌دارد که این در روایت امام مسلم آمده است. معناش اکنون امام نووی این کس یعنی شارح حدیث های امام مسلم. ابن حجر عسقلانی اگر حدیث های امام بخاری را شرح کنند، امام نووی این کس حدیث هایی که از امام مسلم روایت شده است همونها را شرح میدن. در شرح همین حدیث امام نووی چی میگن؟ معنی ان الله يحب الحسن فی كل شیء. الله سبحانه و تعالی در همه کار یعنی زیباگی را دوست می‌دارد. اکنون به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دیگرش نگاه کنیم که پیغمبر خدا چی میگویند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الطهر شطر الایمان. در این حدیث مبارک پیغمبر خدا علیه السلام که این حدیث
ابو مالک حارثی روایت کردند، در روایت امام مسلم آمده است پیغمبر خدا میگویند که پاکیزگی این نصف ایمان است، نصف ایمان است. از این معلوم میشد است که دین مبین اسلام هم تازگی باطنی هم تازگی ظاهری را به نظر میگیرد. از همین لحاظ هم یک حدیث پیغمبر خدا علیه السلام مکافات آن شخصانی که هم ظاهر و هم باطن خود تازه میکنند، این حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت میکنند. پیغمبر خدا علیه السلام چی میگن؟ عن عثمان ابن عفان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. پیغمبر خدا علیه السلام در این حدیثی که حضرت عثمان صحابی جلیل روایت میکنند گفتند که کسانی که طهارت میکنند فاحسن الوضوء طهارتشون مکمل میکنند، فرض، واجب، سنت، مستحب های طهارت به جا میبیارند. خرجت خطاياه من جسدی، آن کمبودی و خطاهایی که گناهایی که کردگی هستند به واسطه عضو بدن از بدنشان چه میکند؟ یعنی دور میشود. حتی تخرج من تحت اظفاره، حتی از تگ ناخن همان انسان برآمده همون کمبودی و خطاگی ها یعنی پاک میشوند، تازه میشوند. البته از این آیات و حدیث ها معلوم شد که دین مبین اسلام یک دینی هست که به منفعت انسانیت البته دائما دستور میدهد. در همین باره یک حدیثی که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند، پیغمبر خدا علیه السلام که همراه میگن ما نشسته بودیم در مدینه منوره، یک صفه بود، صفه یک جای کمتر بلندتر، اصحاب دیگر اصحاب هم نشسته بودیم که یک ضعیفه در همین مابین فرزند خردش از نظرش غایب شد. مدت چند وقتی که فرزندش را کافت جستجو کرد، بعد از جستجو کردن فرزندش رو یافته همین قدر مهربانی میکرد، گاه در بالای سر میگرفت، گاه در کفت میگرفت، گاه آغوش میکرد. این محبت آن مادر نسبت فرزندش را دیده پیغمبر خدا از اصحابشان پرسیدند که آیا این مادر راضی میشود که فرزند این را در آتش پرتایند؟ حضرت عمر روایت کننده حدیث میگن که ما قسم خوردیم که به الله قسم این مادر هیچگاه راضی نمی شود به این محبتش نسبت فرزندش که فرزند این را گرفته در آتش پرتایند، تا لحظه آخرین حیاتش از این فرزندش دفاع میکند. اکنون پیغمبر خدا چی گفتند؟ الله ارحم بعباده من هذه بولدها. این حدیث هم حدیث متفق علیه، در روایت هم امام بخاری هم امام مسلم آمده است. پیغمبر خدا چی گفتند؟ مهربانی این مادر نسبت فرزندش در پیش مهربانی پروردگار نسبت بندگانش هیچ است. از همه مهربانترین ذات برای بنده هاش پروردگار است. الله ارحم لعباده، از همه مهربانترین برحمترین برای بندگانش الله است. مادامی که چنین ذاتی که از همه مهربانترین باشد، هیچگاه آن دستور و فرمانهایی که برای بندگانش داده است که کنید ویها از منفعت خالی نیستند، همش به منفعت آن انسان ها هستند. آن کارهایی که خداوند نهی کرده است، منع کرده است، از آن کارها خودداری کنید. این کارها البته به زیان همون خود انسان است، چون که الله سبحانه و تعالی را پیغمبر گفتند که الله ارحم لعباده. مادامی که چنین ذاتی که نسبت بندگانش اینقدر مهربان هست، هیچگاه دستوری بر زیان برای بندگانش نمیدهد. از این معلوم میشد است که الحمدلله در این آیات های کریمه الله سبحانه و تعالی انسان ها را به پاکی و پاکیزه داشتن باطن از شرک، از حسد، از فتنه، از بخس، از بخیلگی و این چنین در حدیثی که حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کردن شنیدیم که با مجرد طهارت کردن تمام گناه از عضوهای وی برآمده می‌ریخته، تازه می‌شده است. و خصوصا درباره تازگی باطنی
یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر خدا میگوید در هر یک جسد یک پارچه گوشت است. اگر همون پارچه گوشت تازه باشد، دیگر عملهای کردگی انسان همش انشاءالله تازه است، مکمل است. پیغمبر خدا در آخر حدیث گفتن که وحی القلب، همون پارچه گوشت میگفتگی من این دل است. از این معلوم میشه است که انسان ها وقتی که انشاءالله دلش که تازه کرد، طبق فرمایش دلش ظاهرش هم که تازه شد، و به چنین مکافاتی که از طرف رب العالمین و از طرف معلم بشریت وعده کرده شده است انشاءالله نائل می شود. و آخر دعوانا علی الحمد لله رب العالمین.